یا هر یک نماز با خودش یک فضیلت خاص داره. کسی تر نمیکنه. و من ترک صلات فجر فلیس فی وجهه نور. کسی نماز بامداد ترک میکنه در چهرهش نور الهی نیست میگه رسول اکرم صلی الله علیه و اون نوری خیلی نیست شروع باشه، نوری که در گور روشنی میکنه، در روز محشر روشنی میکنه، پول سیرات هم میگذره. کی میگذره؟ کسی نماز بامداد خوندگی نور علی روشنی دیگه چی رو میبینی؟ روشنی نباشه چی رو میبینی؟ ها روشن باشه که بعد میگذری راه چرا نباشه دنیا رو نمیزنی. میگه کسی بامداد خون چهرهش نورانی میشه، روز قیامت هم قبرش روش میگه پروژکتور میشه. چی میشه؟ چرا میشه؟ چرا این نماز در تاریکی شدگی. رسول اکرم صلی الله علیه و در حدیث مبارک میگه بشیر الذین یمشون فی ظلم الی مسجد بنور تامت یوم القیامه. اما قال بشارت میگه مؤمنان را رسول خدا کسی که یمشون فی ظلم الی مسجد در تاریکی سری مسجد میروند بنور تامت یوم القیامه، روز قیامت یا نوری کاملش میده. میگه چرا؟ میگه ده نماز تاریک داره، یکی نماز بامداد، یکی نماز گفتن. کسی در همین تاریکی و میروند نماز گروش نورانی میشود، قبرش نورانی میشود، همش زندگیش نورانی میشه. در روز قیامت خدای تعالی چهرهش نورانی میگه. چرا؟ وقتی که در تاریکی رفتی خانه خدا در شرمنامه بستی، خداوند در همه جا تو را چی میکنه؟ دولار روشن میکنه. یا نه این خدا را حکمت چوی، این حکمت ساعت 5 شب چی بمونده؟ یک نعمت داره. کسی بامداد خواند سکرات موتش آسان میشه. بود بر تو نمازی بامداد شاید آسان بر تو کندن جان. سک موتش میشه کبوتر میگه. و من ترک صلات الظهر فلیس فی رزقه برکت. کسی نماز پیشین تر میکنه، زور هستن تر میکنه، در رزق روزیش برکت نیست. اگر چند تجارتی داشته باشه برکت نداره. قبول افتاد تو را جمله عبادت نماز پیشینت باشد ای با سعادت. وقتی نماز پیشینت خوندی همه عبادتات قبول میشه. خدمت پدر و مادر خیر ایسون چیزی کردی ان شاء الله قبول میشه. و من ترک صلات عصر فلیس فی جسمه قوت. کسی نماز عصر قصدن تر میکنه، در میانش در کمرش انرژی نیست، انرژی الهی نیست. دو کلام بزنه بیفرا میشه، دو سیمنت فرونه، دو کوچه پیوز فرونه بیفرا میشه. یک زن داره همون زنش کتی بازو یک شاخانه داری میکنه بیفرا میشه. یکی کسی نماز عصر محکم میکنه، کمرش محکم میشه، یک زنی 4 زن جوابش میده. یک جدامی امری معروف کردم یا مستعد خیلی خوب که نماز عصر رو شروع بده. که هر یک نماز با خودش چی داره؟ یک فضیلت داره. میگه زیپا گشتن بر گناهان نماز عصر باشد ای مسلمان. نماز عصر خوندی پاک میشه. چرا پاک میشه؟ نماز عصر هم خیلی مهم بوده که الله سبحانه و تعالی اینا قایش دیگه حافظوا علی الصلاه و الصلاه الوسطى و قوموا لله قانتین. شما 5 وقت نماز محکم بگیرید. میگه الله سبحانه و تعالی و الصلاه الوسطى و الصلاه الوسطى. وسطا در گراماتیک عرب و لغت نماز مابین میگن. یعنی شما گفت 5 وقت نماز بگیریم، یکی نماز عصر محکم بگیریم. نماز عصر گفتن چرا مابین؟ بعضی گفتن پیشین عصر. گفت نه بامداد پیشین مابین کو عصر. بعد شام گفتن نماز عصر میگن. چرا عصر میگفتن؟ عصر در شیطانی لعین سرلشکرش قطعی تمام لشکرش میومده. میگفته مولانا در کوچه در همه برین نمونیم که مسجد بیایم. کدامید که کسی را گردونه مسجد نیومد ما شما را قهرمانی سو میگیرم. بعد میگم مولا و شیخ و مولوی شدی. میگم مولا و شیخ و مولوی را مخدو میگردم. شیطانی بدبخت کلونش سرلشکرش بر سری دوملو نمیومده. بعد دوملو را چکلی چی میکنه؟ یا جو معرکه نلی چیه میگه بیو بریم اکوجه نماز میخونه کی هسته میگه ملو بیلول هست میخونه خوری منظر هسته میگه یا که بزن و یک چی بدبختی شیطان ملو را چی میکنه؟ نمیمونه. ملو که نماز نرفت شیطان همه لشکر مغلوب میکنن همه را. نه که امام مسجد ملوی مسجد نماز رفت شیطان همش ناکام میشه. برای که یک سرلشکر ها میدونی که یک کماندون زور اگر در اسیر بغلطه همه چی میشوند؟ برای همین میگن ملو اگر نمازی بامداد دبره و نماز عصر دبره و اوجا خیر و برکت میشه. زیپا گشتن بهر گناهان نماز عصر باشد مسلمان. و من ترک صلات مغربی فلیس فی اولاده ثمر. کسی که نماز مغرب نماز شام قصدن ترک میکنه ای بچه‌هاش دختراش امید نکنه هیچ ثمر نمیده، حاصل نمیده، برکت نمیوان فرزندش.
گوشش نمیکنن. رئیس باشه زیر دستاش گوش نمیکنن. زنش دخترش بچه‌هاش گوش نمیکنن. بچه‌ش میگه نوس نکش، میره در حاجتخانه نوس میکشه. دخترش میگه رمول بند، او میگه در خونه رمول میمونه، شهر میمونه رمول در دنیا چی میمونه. زنش میگه بدون اجازه من نره اینجا، میگه در بزرگی یا که در ولی زنکای سنبل پا میگن نمیویشون. فهمیدی؟ نه نه یو زنک خفه شک اوجی میخوای؟ نه ای بچت نه دختر ای خودت خفه شکی در جوانی نماز شما چو کردم دی؟ قضا کردم دی. وقتی نماز شما که قضا کردی ثمر میگه ای بند میره حاصل فرزندت نمیبینی، یعنی فرزندت گوشت نمیکنه. این نماز رو مردم خیلی میگن یکو این نماز یک حکمت کلام دارن. رسول خدا 5 بار پیش خداوند در اومده، میدونه قصه حضرت موسی گفت برا 5 بار در اومد 10 تایی کم کرد. این 50 نماز 5 تا کرد. میگه هر کسی که اگر این 5 نماز محکم بگیره، محافظت و مداومت مواظبت کنه، میگه درجه 50 نماز میگیره اول، دیگه درجه 5 تا پیغمبر اولی العزم و جلیل قدر میگیره. ابراهیم آمد پیشین، نماز بامداد آمد زیادم، ابراهیم اومد نماز پیشین اومد ابراهیم. نماز عصر اومد ای حضرت یونس، نماز عیسی ای حضرت عیسی، نماز خفتن از بحر موسی، نماز وتر ای پیغمبری موسی. 6 پیغمبر کسی نماز بخونه درجه همین رو میکنه. نماز سس نگیرین، نماز هر چه فضیلت داره. و من ترک الصلاه المغرب فلیس فی اولاد ثمر، میگه هر کس که ترک کند مغرب رو از خود بیزار کند خدا رو. کسی که مغرب ترک میکنن خدا ایو بیزار میشه. گذاشتن پول سیرات بر تو آسان، نماز مغرب باشد مسلمان. اگر بخوای نماز پول سیرات مثل برگزار نماز شام محکم بخون انشالله، میگن نماز شما شنویدگی اینم ای شمشیر در تیزه، ای لیزما در تیزه، ای مو در تیزه، یا دولو چیزی رو میگنش. یکی روز یک حدیث خودم در دون خدا بشه میگه کسی که ای گفته خدا و رسول سر پیچی نمیکنه نماز مغرب میخونه، خداوند خیلی همواری چیش میکده، سر سبزش میکده، روزی قیامت بشته میزی. بوجی چی نگوری؟ اما کجا میفته سینی همچنین میفته عزیزی کاروجا میفته ملاک پولیسیلوت اینا پولیسیلوت بودن هیچی که جوشی پولیسیلوت باید نمی چی را دیدی؟ سوزگری را. هر کسی که نماز روزه گیره نمی سوزگری پولیسیلوته. او پولیسیلوتی که گفتن ملاکی گفتن او برای چیه؟ او برای همون کسانی هسته که نمیخوندن دنبال معصیت و منکرات و معصیت بدن. او برای هموانی قباری که او یک دو عرقه نه مسلمان جده اومده به مازخانی که ملاک گفته که پولیسیلوت ایلیزما در تیزه ایشیشا گفته توش نه ما میغلطیم در این زمینی کشور برگشته را میدونیم که در اونجا یونی برای همین میگه پولیسی رو میگه بابای هم کجا میشه میگه پولیسی رو نمی سازگاریه یکی برای نمازخوان سازگاریه. و من ترک صلات عشاء فلیس فی نومه راحت. کسی نماز عشاء یعنی نماز خفتن تر میکنه در خوابش هیچ راحت نیست. یعنی چی؟ شب خوابای بد میبینه اگر نماز خفتن نخونه، یا که یک کیگ میگذش، یا که خونه خنکه، یا گرمه، یا که تو سر زنش میجفه. این هم برنه خونه خوریم ببینین همین چیز رو. یکی کسی بخونه راحت هست. کسی بخونه میگه هر کسی که نماز شورا خون میگه گوش روشن میشه. انا اگه چند مصرع شعر برای کسانی که برعکس نخوندن یه را گفتم بخونی چی میشه؟ زی تاریکی گوره در اما هست نماز خوفتن از بریون است. بخواد گروه تاریک شوشن شد. انا کسانی که نماز نمیخونن چو ترک آورد نماز بامدادان از او بیزار گردد نیست ایمان. ایمان میگه من بیزارم کافی تو 111 خو میره این مسلمان چه خوبه. ایمان میگه من در پیشی نمیستم، من میترسم که یک ایدنی برا به ایمان میرم، من میمونم، من قطعی کی هستم که بامداد نمیخونم. چون ترک آورد نماز بامداد از او بیزار گردد نیست ایمان. چون نماز پیشان را ترک آورد حی گفته زنده را میگن. کسی نماز پیشین ترک میکنه بر قصد ملائکه بیزار شود از وی. ملائکه بیزار بودی نه ملائکه میگه ما سر تا شما سرکلفو در سبحان الله الحمدلله در چین این بنده را بودی که در روی زمین خدا میگردن نوش نعمت خدا را میخوره. این قنوش نعمت را بودی تری سر دلی میگن خاطر جان زن و نعمت همه چیزا را استفاده میکنه از نعمت های خدا و خدا را عبادت نمیکنه. ملائکه میگه من این میگه قطعی نیست، ما بیزار منی.
دیگر نماز رو ترک آورد مسلمان، مردم از او بیزار گردد. مردمان اگر کسی نماز عصر نخوند، مردم هم بیزار میشه. چون ترک آورد نماز مغرب را مسلمان، از او بیزار گردد نیست قرآن. کسی نماز شام نمیخوند، قرآن میفته من یا شفاعت نمیکنه. چون ترک آورد عشا را، از خود بیزار کند خدا را. میگه هر کسی که اگر نماز خفتن ترک کرد، خدای او بیزار میشه. نماز محکم نماز بخونه که نماز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه یگون ارکان اسلام در قرآن پاریوش دگیان. یگون ارکان دو بار سه بار نگفت که زکات بتین، سه بار نگفت روزا بگیرین، یکی نماز از 83 بار گفت اقیم الصلاه. اگر پدرمون دو بار گفت بچم قبل که دو بار نکردیم، سه بار نکردیم، دیگه گم نمیزنه، حرش میکنه و بیل خطی میزنه، یا که میگه دیگه در کار نیست نکردیم. 83 بار خدای تعالی بگه که بندگانی ما نماز بخونید، نخوندید چی میشه؟ هر کسی که نماز نمیخونه سرگردونه. هر کسی که اگر نماز نمیخونه در اینجا عزت نداره. هر کسی از در حق سر بتاف، در هر منزلی در هر کجایی داخل شید عزت نمید. از رحمت حق میگه صبح صادق مرهم کفور دارد در بغل، گر علاج درد اسیان میکنی بیدار بود. کسی میخواد که گناهاش ببخشد، بیدار باشه. نماز محکم بگیرید، بچه ها را در نماز تربیت کنید، زنها را. ولی بسیار اسلامی بچه ها میگن که این بحث خیلی میشه، این خیلی هیچ نه، فقط مسلمانی ما تاجیکی ما باید نمازید که تغری شد همه چی تغری میشه. دیگه بحثای اختلافی در نریم، بحثای هر کل چیزو در نریم. خدا در کی جا ایو، خدای خلی ایو، یو که حضرت موسی چند قبضون، حضرت پیر آدم قدیم و هوا کی چکده نیکو کرده. یک سوالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوالی بنی اسرائیلی نده. یک تقدیرات همین حق روز یاد شما میگه، همین تقدیرات حقه، میگه نصیب و تقدیر. رسول اکرم صلی الله علیه و آله خود هم درباره تقدیرات گفت 20 سوال نه. نماز همین نماز خفی نماز که خوندیم بچه‌م نماز که طوری شود ان شاء الله فیض برکت رو چی میاد. دیگه ما همین حدیث رو بگم خیلی خوشحال شدم بیام خیش دور اکاو گذاری. رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت هر کسی که با برادرش خر باشه، خری باشه، از 3 روز بیشتر اگر آشتی نشود، نماز روزش قبول نمیشه، خیر صدقش قبول نمیشه.